سوال اساسی اینجاست که فرد به نام ملا عمر به عنوان فرمانده جنگ یا رهبر طالبان که جنگ نیابتی را در افغانستان پیش می برد وجود داشت؟ سلام به همه. در مورد ملا عمر باید بگویم که یا همگیش بازی های خام و استعماری امریکاست. اگر ببینین امریکا به خاطر بازی های استعماری خود همیشه قهرمانایی را میتراشه. ملا عمر، اسامه بن لادن و ده ها تاییدگی خود از یا ساخته و پرداختی امریکاست و اینا را قهرمانای میتراشه و اینا را بابا و سرمردم جور میکنه که ولا ملا عمر است، اسامه است و دیگه است. ولی واقعیت اگر ببینیم طالبان آیا از ملا عمر فرمان میگیره یا از آیسای؟ معلوم دار از آیسای. امکان داره که اصلا از لحاظ فیزیکی فرد به نام ملا عمر وجود نداشته باشه، ولی به خاطر بازی کردن سیاست های خود امریکا مجبور است که گاهی این نام گاهی اون نام بکنه. تا زمانی که اگر ببینیم اسامه بن لادن هم یک نام بابا در کل دنیا به مردم دنیا بود، امریکا باز به شیوه هالیوودی خود قهرمان قتل از ساخت، اعلان کرد که چون دیگه به نفعش نبود و دیگه نام اسامه را کار نداشت. ملا عمر به می شکل حالا حقیقت به خاطر از که دیگه به نام ملا عمر نیاز نداره و نام های دیگه که ابوبکر بغدادی و دیگه است اونا رو میخواد پیش کنه، بنان ایران مرده اعلان میکنه و این نام از بین میبره. فرد وجود داشته باشه نداشته باشه، در سیاست طالبان، در وضعیت فعلی مردم افغانستان که چی میگذره سر مردم افغانستان توسط کشتار وحشیانی که توسط طالبان صورت میگیره، چی توسط عملات انتحاریشان، چی توسط انفجارایشان، چی توسط دیگه وحشیگریایی که میکنن، بنان او فردی گفتم وجود داشته باشه نداشته باشه تغییر نمیکنه. ولی نام ملا عمر به عنوان فرمانده طالبان یا رهبر گروه طالبان از بدو تأسیس این گروه به نام طالبان و جنگیدنشان در برابر مجاهدین بعد پیروزیشان و در این 14 سال در سر زبان هاست و به عنوان فرمانده این گروه شناخته میشه. وقتی مردم افغانستان و ما میگفتیم که فرد فیزیکی به نام ملا عمر وجود داره که حداقل ظاهر میشد، مردم او رو میدید. تا امروز ظاهر نشده. یک و دیگه که پیشتر گفتیم تکرار نشه، این و گودیگه کار امریکا بارها در کشورهایی که تحت استعمار داشته یا برنامه استعماری خود در هر جای ساخته، بنانی جای اصلا سوال نیست. در وضعیت فعلی مردم افغانستان باید دوست و دشمن خود بشناسن. واقعیت هایی که در افغانستان گذشته از او پرده پوشی نباید بکنیم. تا وقتی که ما با گذشته خود تصفیه حساب نکنیم، آینده درخشان اصلا در اختیار ما نخواهد بود. مردم افغانستان مشخص از دوست و دشمن ارائه نشد. شما چگونه تعریف میکنید دوست مردم افغانستان دشمنای درجه یک خود که امو نوکرای اول اگر خائنین ملی بگیم، خائنین ملی چی از خلق و پرچم، چی تنظیم های هفتگانه و هشتگانه، چی طالبا و چی دولت فعلی به شمول امو روشنفکرا و تحلیلگرای دلار پرستش هست و یا دلار خورش هستند، اینا همگی دشمنای مردم افغانستان هستند. وقتی که در 15 سال مردم افغانستان تشنه صلح هست و از هر طرف گپ ازی میاد که مردم افغانستان صلح میاد و مردم افغانستان در انتظار صلح میشانه که گویا امریکا میاد و شما صلح میاره، امریکا میاد به نفع میانجیگری بین از میکنه. صلح کدام صلح؟ به چه رقم صلح میخواین بیارین؟ اگر ببینیم امروز چرا از مذاکرات صلح بحث میشه؟ به خاطر است که باز هم اگر ما به نقطه اول بیایم که سیاست های استعماری امریکا به خاطر از که منطقه را تصرف کرده بتونه، چی از لحاظ اقتصادی، چی از لحاظ سیاسی و چی از لحاظ نظامی، این دقت همیشه میخواد که افغانستان ناامن باشه، بی‌ثباتی در افغانستان باشه و افغانستان یک تختی خیز برشان باشه و پروژه طالب که ساخت دیگه برش دیگه کارایی نداره. خب یعنی شما میگین که با پروژه خود موفق شد. موفق به چه خاطر شد که تانست توسط انمی طالب افغانستان اشغال کنه، به نامی که دقت طالب میزن افغانستان اشغال کنه، پایگاه نظامی خود رسمی بسازه. طالبا در چند سال حکومت خود ضد زنستیزترین دولت دنیا بود و جنایت و خیانت را کلای مردم افغانستان طالب روا داشت. در دنیا اصلا نظیر نداشت که حتی امریکایی که دقیقاً این نوکر را تربیه کرده بود و آورد سر قدرت، اینقدر شرمنده شد گفت دیگه مردم توان و طاقتشان از بین رفته و تمام دنیا سر صداست، مجبور شد که پس کنه و بیاره نوکرای دیگه خود جابجا کنه و اینا امروز وقتی که ضد اشغال گپ میزنه فقط اینا گپای گلزننده است. امروز از کجا تجهیز میشه اینا؟ امروز میبینیم که هلیکوپترها در شمال میای اینا رو تجهیز میکنه. در گذشته هم تمام ایشان هم پول خود هم تجهیزات نظامی خود توسط هلیکوپترهای آمریکا میگیرن. در آخر ما که میشه فقط هلیکوپترها میای ماشات و دیگه‌شان میته. امریکا هم از این طرف دولت که گویا دولت هست این حمایت میکنه، از طرف دیگه طالب میکنه. فقط گفتم بی‌ثباتی و امن در افغانستان و از طریق در منطقه که به رقیبای خاص به وسیله طالب دامن میزنن. طبعا روسیه و چین ناستن میخواین که برسن. در این زمان داشت دو گفتار خود
علیه امریکا اشغالگر میگیره. یعنی در نتیجه به باور هستیم که طالب عامل پاکستان و آمریکا به خاطر باشان یک جا 6 دلارشان میگیره، پولشان میگیره. در نهایت شما به باور هستین که طالب پروژه آمریکا و پاکستان است به خاطر وسعت بخشیدن دامنه‌های منفعت آمریکا در منطقه و افغانستان؟ بله، او کسایی که به نام جهاد و مقاومت مردم افغانستان پول‌ها سرازیر کردن، سرمایه‌های افسانه‌ای به خود پیدا کردن، اونا را باید وظیفی وجدانی هر افغان و هر انسان از کنار افشا بسازه و او مجاهدین که از نام مجاهد استفاده کرده همیشه افشا می‌سازه. اونا هرگز مجاهد نبودن. ولی خانم غفار خیلی مشکل است تفکیک اصلا مردم افغانستان تفکیک داره که کی مجاهدین واقعی است و کی کسایی است که از نام جهاد مردم افغانستان استفاده کردن و امروز بر گرده‌های مردم افغانستان شش دوباره خیانت جنایت میکنه. و مسئله دیگه‌ای که پروسه صلح را گفتن که نباید سابوتاژ کنیم و بدنام بسازیم. کدام پروسه صلح؟ پروسه صلح اصلا وجود نداره. گوش بگیرید، 12 سال روش برنامه این گفته میتونیم که پروسه صلح یک نیرنگ است و مردم میخوای بازی به پاکستان از یک طرف هیچ وقت اصلا قسم گفته دلسوزی به مردم افغانستان نداشته، به خاطر منافع شخصی و منطقوی خود بوده و عالی دست امریکاست. هم افغانستان و هم پاکستان هر دوی دولت‌های پوشالی هستند که به فرماندهی یا به فرمان امریکا کار میکنن و امروز که پروسه صلح اینا میگن و مردم که 15 سال از تشنه صلح هستن بازی میتن مردم، چرا؟ به خاطر اینکه که مردم همه گیره مصروف پروسه صلح بکنه و همه گیره انتظار پروسه صلح بشونه و سربازگیری رو به خاطر داعش و برنامه‌های بعدی خود فراهم بسازه. برنامه‌های بعدی خود فراهم بسازه سربازگیریشان آسان شود. بنان پروسه صلح اصلا وجود نداره و اینکه پروسه صلح اینا امروز یاد میکنن فقط به خاطر است که چند نفر قهرمان بسازه و نام از صلح بگیرن، مثل که می رقم کرد برهانالدین ربانی رو از اونجا قهرمان کرد و چند جاده و پانتون کثیف ساخت به نام موضوع. بنان ما نمیتونیم که پروسه صلح بگیم وقتی که مردم افغانستان دخیل نباشه و پشت پرده ها در اونجا اینا کارهای رو انجام میدن. بنان معلوم میشه که اینا نوکر امریکاست. هر چیز امریکا بگه یک چیز دیگه. اگر امریکا بخواد پاکستان بخواد که صلح در افغانستان بیاید در یک روز در 24 ساعت طالب هم ختم کرده میتونه و صلح هم آمده نیست. از آقای مطمئن پرسیم که در افغانستان صلح باشه، در منطقه صلح و ثبات باشه.